درود بر شما بینندگان ارجمند. همایش اشتغال و کارآفرینی در اروپا در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. آشنایی نیروی متخصص ایرانی برای ورود به بازار کار در اروپا، این هدف اصلی همایش فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی در اروپا اعلام شده است. اینجا در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران نمایندگان جذب نیروی کار از کشورهای اروپایی از فرصت‌های اشتغال نیروی متخصص ایرانی در اروپا میگویند. در این میان حوزه پزشکی و مهندسی بیشترین متقاضی را دارد. سطح بالای دانشگاه‌های پزشکی در ایران باعث شده ما از توان پزشکان ایرانی برای اشتغال در انگلیس استفاده کنیم. پیشرفت‌های ایران در حوزه پزشکی چشمگیره. گفته می شود اعزام نیروی کار به کشورهای پیشرفته دستاوردهای مهم می تواند برای کشور داشته باشد. انتقال تجربه و افزایش دانش نیروی کار، ایجاد فضای مناسب برای افزایش تعاملات بین المللی، ورود درآمدهای ارزی به کشور از جمله این دستاوردهاست. حضور فارغ التحصیلان ایرانی در خارج از کشور باعث میشه که بر تجارب اونها افزوده بشه، بر تخصص اونها افزوده بشه و با فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف بخصوص در زمینه‌های تولید آشنا بشن و این فناوری‌های نوین رو به کمک کشور بیارن و در داخل کشور هم مورد استفاده قرار بدن. در حال حاضر سالانه حدود 3000 نیروی کار متخصص به خارج از کشور اعزام می‌شوند که با هماهنگی مراکز کاریابی بین المللی قرار است این میزان به بیش از 3 برابر افزایش یابد. ما تلاشمون برای اینه که در سال‌های آینده این ظرفیت رو به 10,000 افزایشش بدیم و همینطور مجموع درآمدمون از محل اعزام نیروی کار و صدور خدمات فنی مهندسی که در طول باز 10 سال گذشته بین 2 الی 3 میلیارد در نوسان بوده به حدود 4 الی 5 میلیارد برسونیم و هم درآمد ارزی قابل توجهی رو کسب کنیم. در پایان این همایش تفاهم‌نامه همکاری میان مراکز اعزام نیروی کار ایران با اروپا به امضا رسید. مصدوری، شبکه خبر. نخستین پیوند قرنیه در کشور با همت پروفسور شمس در سال 1313 انجام شد. در 80مین سالگرد پیوند قرنیه در کشور اعلام شد که سالانه بیش از 6000 عمل پیوند قرنیه انجام می شود. بیمارستان چشم پزشکی فارابی و برگزاری 7مین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس. سال جاری همزمان بود، مصادف بود با 110 سالگی تولد پروفسور فقید محمد قلی شمس، پدر چشم پزشکی نوین ایران و همینطور 80 سالگی تأسیس بیمارستان فارابی و همینطور 80 سالگی پیوند عضو که قرنیه اولین عضو بوده در کشور عزیزمون. پروفسور شمس از جمله بزرگان عرصه چشم پزشکی کشور است که در ریشه‌کنی و مداوای بیماری تراخم نقش سازنده ایفا کرده است. در این مراسم همچنین از تمبر طبیب دیدگان به مناسبت ریشه‌کنی بیماری تراخم در ایران رونمایی شد. در این جشنواره از 15 نفر از برگزیدگان چشم پزشکی کشور نیز تقدیر شد. اونایی که خدمات ویژه‌ای را در جامعه چشم پزشکی کردن در این جشنواره ما از آنها تقدیر و تشکر میکنیم تا اینها الگویی باشند برای نسل جوان. در حاشیه مراسم نظر وزیر بهداشت را درباره پیشرفت چشم پزشکی کشور پرسیدم. یکی از حوزه‌هایی که در تولید علم در رشته پزشکی نقش خوبی رو ایفا کرده چشم پزشکی است. قابل مقایسه نیست تعداد مقالاتی رو که ما 20 سال پیش در چشم پزشکی در نمایش‌های بین‌المللی ثبت می‌کردیم با الان، یعنی بیش از 100 برابر تقریبا میتونیم بگیم که رشد داشته. زندگی به سبک بزرگان نام کتابی است که قرار است به همت شهرداری تهران درباره زندگی نامه بزرگانی همچون پروفسور شمس به چاپ برسد. داریم معرفی می‌کنیم ابعاد مختلف وجودی شخصیت ایشون رو به لحاظ زندگی شخصیشون، به لحاظ زندگی علمیشون، به لحاظ خدمات شایسته‌ای که در ارتباط با مردم و به خصوص جامعه چشم پزشکی تونستن ایشون ارائه بکنن و از خودشون یادگارهای بسیار نفیسی من جمله همین بیمارستان فارابی که ما خدمت شما هستیم رو تونستن ایجاد بکنن. پروفسور شمس در سال 1313 بیمارستان فارابی را به عنوان نخستین مرکز تخصصی چشم پزشکی کشور تأسیس کرد. محمد شفیعی، شبکه خبر.
اخبار حوزه و همکارم خانم شعبانی از مرکز قم. سلام بر شما. خانم شعبانی سلام بر شما. خیلی متشکرم خانم ملک محمدی. من هم حضور شما همکار خوبم و شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر عرض سلام دارم. نخستین همایش زباندانان حوزه امروز در قم برگزار شد. در این همایش از 13 مبلغ برتر بین المللی تجلیل شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه در این همایش با بیان اینکه فراگیری زبان‌های خارجی در حوزه باید به یک نهضت تبدیل شود گفت آموزش زبان در حوزه باید به یک فرهنگ تبدیل شود و در این راستا تقریرنویسی دروس خارج به زبان عربی برای طلاب الزامی می شود. بعد از اینکه در شورای عالی تصویب شد و مدیریت همونطور که اشاره شد واقعا با یک تأکید ما یک کمیته کارشناسی برای این کار گذاشتیم که واقعا وارسی کنن هم اولویت زبان هم از چه مقطعی زبان در حوزه خونده شود، ورودی حوزه طلبه ها زبان یاد بگیرن. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی هم گفت هجرت طلاب به مناطق مختلف بدون زبان امکان پذیر نیست و طلاب برای حضور موفق در عرصه تبلیغی باید به زبانهای بلاد مسلط شوند. تو قرآن هرچی یا ایها الناس مال بین الملله، هرچی یا بنی آدمه مال بین الملله، هرچی یا اهل الکتابه مال بین الملله. حجت الاسلام و المسلمین قمی معاون بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در این همایش با بیان اینکه جهان به سمتی پیش می رود که در نهایت بیش از 10 زبان زنده بیشتر وجود نداشته باشد گفت در حال حاضر بیش از 12% مردم جهان به زبان چینی تکلم می کنند. حال باید از خود سوال کنیم در این زمینه چند طلبه مسلط به زبان چینی تربیت کرده ایم. ما الان میخوام اعزام مبلغ بشه، مثلا در ماه رمضان، ماه محرم و امثال اینا چند هزار نفر طلبه برای فلان کشور حضور دارن که اصلا نمیدونن چگونه انتخاب بکنن، ولی مثلا برای طلبه جای دیگه هم اضافه بکنید کسی نیست به تعداد انگشتان دست در اختیار نیستش. حجت الاسلام زمانی معاون بین الملل حوزه‌های علمیه هم در ابتدای این هم از حضور و فعالیت 3000 روحانی مسلط به زبان‌های خارجی در حوزه علمیه قم خبر داد. دانشگاه باقرالعلوم از میان طلاب در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. این دانشگاه برای نیم سال اول سال تحصیلی 94-95 در 13 رشته تحصیلی از طریق آزمون اختصاصی پذیرش می‌کند. داوطلبان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سامانه اینترنتی دانشگاه باقرالعلوم مراجعه کنند. و مراسم جشن ازدواج 300 بانوی طلبه حوزه علمیه اصفهان برگزار شد. پاکی، معنویت و سادگی ازدواج اولین معیارهای عروس و دامادهای این جشن برای شروع زندگی مشترک بود. معیار اول من اخلاقشون بوده که خیلی تاکید داشتم روی اینکه خوش اخلاق باشن و ملاکای دینی که برای من مهمه براشون مهم باشه. بیشتر ایمانشون برای مهمه، چون وقتی ایمان باشه خود به خود همه چیزای دیگه درست میشه. اگه واقعیت رو بخوایم تو زندگیمون بپذیریم، معیار همون معیارهایی هست که تو زندگی‌های دینی هست. من خودم برای ازدواجم اصلا نه مادیات رو در نظر گرفتم نه چیزای ظواهر دنیایی. اون چیزی که برام مد نظر بود دین و ایمان همسرم بود. الحمدلله به تناسب اون چیزی که از خدا خواسته بودم خدا هم همونطوری قسمتم کرده و راضی هست. ما در سال گذشته 254 تا طلبه داشتیم که ازدواج کرده بودن. 13-14% رشد داشته است که این خیلی خوب بوده الحمدلله. البته راضی نیستیم به این مسئله. ما انتظارمون این است که انشالله بیشتر از این رشد داشته باشیم در جهت ازدواج خواهرانمون. از 413 حوزه علمیه خواهران در کشور 56 حوزه علمیه به صورت رسمی و 8 حوزه علمیه به صورت غیر رسمی فعالند که 7000 بانوی طلبه در مقاطع سطح 2 و 3 در آن مشغول به تحصیل هستند. در آستانه آدینه دیگر برای آمدنش دعا می‌کنیم اللهم عجل لولیک الفرج. در پناه خداوند مهربان باشید. شما خانم شعبانی.
بزرگترین معاینه پزشکی رایگان با شعار مرد سال محور سلامت جامعه در تهران اجرا شد. بزرگترین ویزیت رایگان پزشکی با شعار مرد سال محور سلامت خانواده با مشارکت شهرداری تهران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بستان خواجه کرمانی تهران برگزار شد. روز پایانی هفته سلامت مردان هست. پایین نسبت به چیزی که هست. علت مراجعت امروز چیه؟ علت اومدیم موامون ریخته میشه ببینیم علتش چیه. برنامه خوبیه، حالا خوبه که هر از گاهی همچین جاهایی این برنامه اجرا بشه، خیلی مفیده. اورولوژی، تریاژ، سنگ کلیه، پروستات، سنجش فشار خون، ناباروری، مشاور تغذیه، متخصص پوست و مو، ارتوپدی و ترک سیگار، اینها غرفه‌هایی بود که در هر کدامشان پزشکان متخصص مستقر شده بودند. بندتون خوبه؟ خدا را شکر. با این کار مشترک در ارتباط با موضوع هفته سلامت دیدیم جایگاه بسیار خوبیه در این محله و این اقدام مشترک رو برای مردم عزیز و شهروندان عزیزمون به صورت رایگان پیش بینی کردیم که اقدام بشه. ما در تمام محلات شهر یا مناطق 22گانه شهر تهران این آمادگی رو داریم، به شرطی که انجمن‌های تخصصی، گروه‌های علوم پزشکی، نهادهای تخصصی و همچنین اساتید علمی وارد کار بشن. محله هرندی در دستورکار شهرداری تهران قرار گرفت که در عموم موضوعات به ویژه موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم ورود پیدا بکنیم و بتونیم کارهای ویژه‌ای بر این محله انجام بدیم. در این طرح 30 پزشک متخصص شرکت دارند. ما فقط پزشکای مطبامون نیستیم، ما فقط پزشکای بیمارستانامون نیستیم. وظیفه اصلی ما حفظ سلامت جامعه است. حدود 10 تا بیمار من از صبح تا حالا اینجا ویزیت کردم که اکثرا راجع به بیماری‌های دستگاه مجاری ادرار از جمله سنگ کلیه مورد بود، چند مورد در مورد پروستات بود که من براشون توضیح دادم، درخواست آزمایش‌های روتین براشون کردیم. دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم از نزدیک شاهد فعالیت بزرگترین ویزیت رایگان پزشکی بود. سپاس از اینکه بیننده ما بودید.